کم تأثیر تمرینات ظاهر میشه. تمرین تیز حسی رو به مدت 3 دقیقه انجام بدین. نحوه انجام این تمرین اینجوریه که شما صدای موسیقی یا صدای رادیو رو خیلی کم کنید و سعی کنید متوجه بشید که اون گوینده یا خواننده چی داره میگه، یا صدای تلویزیون رو کامل ببندید و سعی کنید لبخونی کنید و متوجه بشید که گوینده داره چی میگه. برای بخش حافظه بازی 4 مرحله‌ای رو تا انتهای مرحله 4 به مدت 5 دقیقه انجام بدین. برای بخش تندخوانی تمرین ABCD رو به مدت 10 دقیقه انجام بدین. تعداد خطوطتون رو بشمارید و وارد جدول کنید. فایل گرم کردن عضله چشم رو به صورت کامل و تمام صفحه ببینید. تست کنجکاوی اشکال رو انجام بدین، یعنی باید تفاوت بین شکل‌ها رو در سریع‌ترین زمان ممکن بتونید پیدا کنید. یادتون باشه زمانتون رو حتما یادداشت کنید و مایند مپ بخش تمرکز رو حتما بکشید.